اینجا یه شهر شکلاتیه توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور فنلاند. اینجا یه جور بهشت بچه‌ها محسوب میشه، یعنی وقتی که بچه‌ها میان اینجا انقدر ذوق میکنن که نمیدونن چی کار کنن. انقدر تنوع شکلات اینجا زیاده که حتی بزرگترها هم گیج میشن. در کنار انواع شکلات اینجا صدها مدل پاستیل با رنگ‌ها و طعم‌های مختلف وجود داره و جالب اینم بدونید که تو فرهنگ فنلاندی پاستیل جایگاه خاصی رو داره. یه نوع محبوب این پاستیلا اسمش سالمیاکیه که یه طعم شور و تند و شیرین داره و از عصاره گیاه شیرین بیان درست میشه که البته مختص فنلاند هم نیست و تو کشورهای شمال اروپا خیلی طرفدار داره. اینم بگم دفعه اولی که سالمیاکی میخورید ممکنه طعمش براتون عجیب باشه و نتونید باهاش ارتباط برقرار کنید، ولی دفعات بعد احتمالاً به طعمش عادت میکنید.